یک ماشین پر از تکنیکای معیشی که از روسیه به تاجیکستان میرفت شب 9 اپریل در حدود ولایت ترکستان سابق قزاقستان جنوبی با تمام بارش به کام آتش رفته است. در این باره دپارتمنت پلیس این ولایت با نشر یک ویدیو از جای حادثه خبر داد. این حادثه شب 9 اپریل تخمینا ساعت 21:00 دقیقه رخ داده است. به شعبه پلیس نویای بیدبک خبر دادند که در کیلومتر 73 روی سمر شمکند در نزد دهه ژینقم یک ماشین بارکش تمغه والو در گرفته است. کارمندان پلیس به جای حادثه رفته معاین کردند که سوختار ماشین بارکشی که از روسیه به تاجیکستان تکنیکای معیشی میبرد به سبب آتش گرفتن یک چرخ پریچپش سر زده است. بنا به اطلاع پلیس این ماشین امروی تمام بارش پوره در گرفته است. گفته می شود راننده آسیب ندیده است. او توانسته است حجتهایش را با خود گرفته سر وقت از ماشین بیرون شود. پلیس ولایت ترکستان گفت سوختار را فرو نشاندند و راه را تازه کردند.